Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu be milleti şerifi Tacikistan. Muayem az hemi püşti taksis Abdülsattar Pir Mehmet Oda dastgiri mekilim ki همه گپای حق گفتای گپای روا گفتای در حق خود را دفاع کردای ما هم طرفدار همین آدمیم منم یک آدمی پیر 26 سال شد در غریبی گشتم در غریب 26 سال محنت کردم جان کندم کار کردم که زندگیم پیش برم چخیل این پرزیدنت این کار فقط برای عالی خودش کار میکند این خلق 9 میلیون آدم بگن 9 میلیون آدم از کجا بره و کجا بره چیکار کنه تا کدام عصر چند هزار سال ما منتظر مزرکاری میگه از در بدر مردم میگردیم میاین آقایان یک روز زندگی ما را بینیم روزگار ما را بینیم یا سنجی ما را بینیم وطن ما را آباد کنیم اگه به حق گفتن نشود کاری کردن نشود کجا بریم در اخیر به غزل کمال خوجنده میگیم کمال خوجنده گفته که در غریبی جان به سختی میدهد مسکین کمال وا غریب وا غریب وا غریب کجا بریم از غریبی کجا بریم از در دستان دیگه ملت ها ما را فقط چرکه و پرکه بگردم تا که ما گوش کنیم بیشتر پرزیدنت داریم در کدام کاری ما پرزیدنت ما دفاع میکند کدام ما را دستگیری میکنه فقط همین بردن کشتن و ترمه کردن ای دین ما دفاع کردن نتونیم ای کار ما نتونیم کجا بریم ای کی مدد بخوایم فقط از خدا میگم که پرزیدنت هم باید که بگه من پرزیدنت خلقم ای فرد دفاع کنه خلق دستگیری کنه پرزیدنت با پرزیدنت ما میشه همیشه برای آجی خودش کار کنه و بدوزه و برای او بخوره و کدایی کرد یه خلق و همه مرده سوید نو نمی او بخوره کجا بروه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما هم عبدالستاری پیر محمد دستگیری بکنیم که حق گفته ما هم راضی هم که به اثری هم طرف داریم سلامت باشید ملت تاجیکستان